عادتا افراطیتون چند وقت شده؟ تقریبا 2.5-3 ماه شده که 84 کیلو وزن داشتم. حالا تقریبا 68 کیلو وزن داشتم گرفتم. دیگه سال خوراکم زیاد است. هرچی نان میخورم دیگه هیچ نان داشتم جذب نمیکنه. دیگه ضربان شکر بسیار بالا میپرست. دیگه پیش دکتر هر شب برم دکتران یه سر پر من نفهمیدن دیگه. کلا میدیت ما پرتش بردیم. الان چند تا گرفتم ببین احساس چی میکنی؟ خوب صدا میداد. خب اومده ای؟ الان جا میندازم برایت. میدونم. این دو تا رگیه، یه رگ خونی داریم، یه رگ آبی داریم. واسه میده که آب جمع میشه. اینو تخلیه میکنیم برایت. دیگه شکم سر غرغر میکنه. همون نفس.